چیز جالب از سرویس های بین راهی این سیستم پولیشونه. یورو میندازه معمولا، البته برای بچه ها اینجا نگاه کنید، جای رد شدن بچه تا این قد رایگانه. اینجا خب همونجور که دیدید یورو میندازید، یه رسید به شما میده که اگه برید اینجا خرید کنید از این مرکز، در واقع این رسید رو رایگان میتونید ازش این پول رو بهتون برمیگردونن در واقع. حالا همونطور که میبینید خب سرویس ها ایستاده و حالت بعضیش اگه باشه، آره این مدل سیستم جالبیه که ببینید سیستم بعد حالا خود شست و شو داره اینجوری